السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیوران، هموطنان عزیز، امیدوارم که تنصیحت و سلامت باشید. شما را به برنامه مخصوص قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. امروز یک برنامه بسیار مهم و پرمضمون داریم در رابطه انسان مومن با قرآن. البته این برنامه بخشیده شده است به ماه شریف رمضان تا بینندگان خود را، بینندگان سامانه جوانان برای تاجیکستان را به معنای اصلی رمضان و به معنای قرآن، به معنای عبادت آشنا بسازیم و بیداری اخلاقی، بیداری سیاسی، بیداری دینی این برادران را بهتر و خوبتر بسازیم. همطور که شما میدونید برادران و خواهران گرامی، رمضان تنها نه ماه روزه است، بلکه در ماه شریف رمضان قرآن نیز نازل شده است و البته نازل شدن قرآن که دستور زندگی بشریت است، بسیار برای ما مردم مسلمان، مردم تاجیکستان که از جمله 99% مسلمان است، بسیار پرمعنا، پرمضمون است. زیرا دستور عمل زندگی مردم ما، دستور عمل زندگی مسلمانان برگرفته از همین کتاب است که رمضان جزئی همین کتاب دینی در داخل این کتاب نازل شده است. به همین خاطر وقتی که ما میپیوندیم به این ماه، خود را بیشتر و نزدیکتر به قرآن میکنیم، قرآن خوانی را بیشتر میکنیم، زندگی خود را طبقی دستورات قرآن میکنیم. بر اساس همین ما تصمیم گرفتیم برنامه رمضانی خود را ادامه بدهیم و شروع کنیم. این اولین برنامه است و امیدوارم که در آینده نیز برنامه‌های دیگری داشته باشیم و مهمان‌های گوناگونی را دعوت کنیم از عالم‌های مشهور که بتوانیم برنامه‌های مفید داشته باشیم. ما امروز یک از برادران و استادان بزرگ را به برنامه خود دعوت کردیم که بسیار نورانی هستند، بسیار علم بزرگی دارند، در جاده دین و سیاست خدمت‌های زیادی کردند. دکتر محمد عمرا که یکی از دعوتگران شناخته اسلامی است که در تلویزیون‌های معروف اسلامی از جمله در تلویزیون وصال حق، تلویزیون نور با دعوت‌های زیاد انجام داده است، مشهور شده است. امروز با استفاده از دانش و تجربه ایشان ما در برنامه همین امروزی که اسمش را گذاشتیم زندگی یک فرد مؤمن با قرآن در حضور ما قرار خواهد گرفت و پیرامون تمام موضوعاتی که یعنی سوال‌هایی که ما انجام دادیم، یعنی سوال‌هایی که ما آماده کردیم پاسخ خواهد داد و کوشش میکنیم که سوال بینندگان رو نیز در همین موضوع بگیریم و کوشش کنیم که یک برنامه خوبی داشته باشیم. همدیاران و هموطنان عزیز، این اولین برنامه ما نخواهد بود. ما در ماه شریف رمضان تصمیم گرفتیم که 4 برنامه رمضانی داشته باشیم و در 4 هفته هر روزه هر برنامه قدرت و حقیقت یک برنامه دینی پیشکش شما کنیم، چون این برنامه دینی برگرفته از سیاست، از اخلاق، از تمام جبهه ها را برمیگیرد و این برای مردم ما یک بیداری اخلاقی، یک بیداری سیاسی به من میارد. برای این از تمام شما دعوت میکنیم که برنامه‌های ما رو دستگیری کنید، پدیلیست کنید، لایک بگذارید و کامنت‌های بیشتری بنویسید که ما در ماه شریف رمضان بتوانیم باز هم نیروی بیشتر بگیریم و برای شما برنامه‌های بیشتری پیشکش بنماییم. همونطوری که شما میبینید واقعا در ماه شریف رمضان صحبت کردن برای فرد مسلمان بسیار سخت است بدون آب، مخصوصا اشخاصی که مشکلاتی زیادی سلامتی دارن که بدون آب نوشیدن برای آنها صحبت کردن خیلی سخت‌تر است و در ماه شریف رمضان برای آنها بسیار بسیار سخت میگذرد وقتی که آنها در بخش‌های مستقیم میان و ساعت‌ها صحبت میکنن و دهان آنها خشک میشود و نمیتوانند بیشتر در برنامه در حضور شما قرار بگیرند. منم از جمله این مشکلات رو دارم و متاسفانه نمیتوانم زیاد بدون آب صحبت کنم، ولی به هر حال من کوشش میکنم که در خدمت برادران و خواهران قرار بگیرم و پیرامون موضوعها و کی گذاشتیم صحبت کنیم و استاد برنامه، مهمانی برنامه را سوال و جواب کنیم. همدیاران و هموطنان عزیز، ما در برنامه هفته گذشته کوشش کردیم که یک برنامه خوبی داشته باشیم، ولی متاسفانه با سبب‌های مشکلی تکنیکی ما نتوانستیم در برنامه قدرت و حقیقت 14 حضور پیدا کنیم و دوباره این برنامه را یعنی به امروز گذاشتیم تا اینکه بتوانیم با مهمانی برنامه یک برنامه مفصل و بهتر و خوبتری رمضانی داشته باشیم.
برای همین از همه شما عذرخواهی میکنم بابت روز چهارم که ما نتوانستیم برنامه 14 قدرت و حقیقت رو در اون روز برگزار کنیم، ولی امروز انشالله برنامه 14 قدرت و حقیقت در حضور شما پخش می شود و بنده عبیدالله سیدی این برنامه رو پیش میبرم و کوشش میکنیم که با مهمانی برنامه صحبت کنیم. استاد انشاءالله که پیوست شدن و ما کوشش میکنیم بازم استاد به برنامه دعوت بکنیم و انشاءالله اگر استاد آماده باشن من استاد دعوت کنم به برنامه. استاد شما آماده هستین شما رو به برنامه پیوست کنیم؟ بله استاد آماده هستن؟ یک لحظه این رو من درست‌تر کنم. استاد محترم خوش آمدید میگم شما را به برنامه. امیدوارم که تنصیحت و سلامت باشید و از شما عذر میخوام که من وقت قیمت شما را گرفتم و شما را دعوت کردیم به برنامه. امیدوارم که بتوانیم یک برنامه خوبی داشته باشیم. اگر اجازت باشد بازم یک بار دیگه من شما را معرفی کنم برای بینندگی تاجیکی. البته شما مشهور نیاز به معرفی ندارید و بینندگان تاجیک هم شما را میشناسند، ولی باز هم من تصمیم گرفتم یک خورترک شما را معرفی کنم به بیننده تاجیک، زیرا بیننده تاجیکی که شاید جدیداً به کانال‌های سامانه‌های مجازی یوتیوب و فیسبوک پیوست شدن شاید شما را نشناسند. با ما هستند استاد محترم دکتر محمد عمرا، یکی از مشهورترین عالمان برجسته سنی مذهب که در تلویزیون‌های مشهور اسلامی از جمله وصال حق، نور و دیگر تلویزیون‌ها فعالیت‌های دینی و سیاسی انجام دادند و در سامانه‌های مجازی اینچنین در شبکه اینستاگرام، شبکه فیسبوک و دیگر سامانه‌های یوتیوب خیلی فعالیت‌های زیادی میکنند و استاد در برنامه‌های ما زیاد اشتراک میکنند و مخصوصا در برنامه‌های تاجیک‌ها از جمله دعوت‌هایشان برای مردم تاجیک سالها خدمت میکند و مردم از علوم ایشان بهره میگیرند. استاد بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگویم و امیدوارم که امروز در برنامه ما یک موضوعی که گذاشتیم بتوانیم به ملت تاجیک و مسلمانان خدمت بکنیم. شما را خوش آمدید میگویم. اگر سرلوحه چیزی گفتنی باشید به بینندگان ما انشالله که بعداً برنامه رو آغاز بکنیم. منم به دور خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان تاجیک و همه شما محتران و خوبان و امیدوارم که رمضان با برکتی رو داشته باشید و روزهای خوشی و این آخرین رمضانی باشه که شما عزیزانی که در خارج از تاجیکستان هستید در خارج از تاجیکستان باشید. رمضان آینده و عید آینده رو انشالله همه ما در تاجیکستان جشن میگیریم و در کنار هم و در کنار خانواده های هم و در کنار عزیزانمون در تاجیکستان، بعد از اینه که این فرعون ها و این ظالمان و این ستمگران گلیم شومشان از سر ملت تاجیک و از سر این امت و از سر جامعه بشری جمع میشه انشالله. در خدمت شما هستم. استاد محترم، همونطور که شما موضوع را گذاشتیم من میخوام اولین آغاز ما از این باشد که چگونه رمضان میتواند به انسان یعنی به مؤمن کمک کند تا رابطه خود را با قرآن مستحکم سازد. بله، بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. ببینید عزیزان، رمضان ماه قرآن هست و انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. می‌بینیم که الله متعال رمضان رو به شکل ویژه‌ای انتخاب کرده برای قرآن و این اصلا شرف رمضان در همین هست. یعنی قرآن اون پیام الهی است، پیام انسانساز، پیام آینده ساز، پیامی که برای بشریت آخرین پیام پروردگار متعال هست، آخرین معجزه قرآن برای همه بشریت هست، تنها برای ما مسلمان ها نیست. ما نمیتونیم احتکار بکنیم که قرآن مال ما هست، نه، قرآن مال تمام بشریت هست من جمله ما. و ویژگی ما بر دیگران این هست که الله متعال توفیق داده و قرآن رو پذیرفتیم. دیگران رو میگیم که آقا بیایید این قرآنی هست که الله متعال برای همه فرستاده، یه معجزه هست و این معجزه با هر که بود او صاحب قدر هست.
این معجزه رو کی برای پیامبر آورد؟ جبریل. جبریل چون که قرآن رو آورد از همه فرشتگان برتر شد. قرآن آمد بر کی؟ بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پیامبر چون که قرآن بر پیامبر نازل شد، شد سرور پیامبران و بهترین پیامبران. و قرآن آمد در ماه رمضان. ماه رمضان مثل شعبان، مثل همون حلال است، همون وقت است، همون. اما چون که قرآن در این ظرف زمانی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شد، ماه رمضان ویژگی خاص خودش رو پیدا کرد و شد بهترین ماه‌ها و عزیزترین ماه. در ماه رمضان در شب قدر، شب قدر به خاطر قرآن بر همه شب‌های سال برتری پیدا کرد و جایگاه خاصی شد. بر من و توی مسلمان، اگر من و تو آمدیم مثل شب قدر قرآن رو در خودمون جا دادیم، مثل ماه رمضان قرآن رو پذیرفتیم، مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گام به گام قرآن حرکت کردیم، اون وقت ما هم میشیم صاحب قدر. همونطور که شب قدر صاحب قدر است، من و شما هم میشیم صاحب قدر. من و شما هم میشیم جایمان در قرآن، در پیش الله ویژه خاص. یعنی شما تصور بکن روز قیامت کجا میخوای بری در جنت؟ آدرست کجاست؟ به صاحب قرآن، کسی که با قرآن زندگی میکند و اهل قرآن هست، خداوند متعال میگه رتل القرآن ورتقی، قرآن بخوان و برو بالا بالا بالا. هرچه قرآن خواندی میری بالا 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 تا آخرین آیه از قرآن رو که خواندی جایگاهتون اونجاست. یعنی مقامت در روز قیامت با قرآن است، در دنیا هم با قرآن است. یعنی در دنیا، در تاریخ ما، وقتی که یک رهبری میخواد یک کسی رو به نام امام مسلمان ها انتخاب کنه، در میان 100 نفر کاندید اونی رو انتخاب میکنه که بیشتر قرآن داره. کسی رو میخوان مسئولیت بدن، اونی رو انتخاب میکنن که بیشتر قرآن دارن. ما امروز یک جا جمع میشیم که نماز بخوانیم، شب نماز تراویح، کی را امام میکنیم؟ او که بیشتر قرآن بلد است. انسان ها 2 نفر مردن، با هم میخوایم دفن کنیم، اول کی را دفن میکنیم؟ اونی که بیشتر قرآن دارد. قرآن معیار افضلیت من انسان، من فرشته، من پیامبر، من فرد، من زمان و من انسان در دنیا و آخرت است. این ویژگی قرآن کریم هست. قرآن کریم مثل هیچ معجزه‌ای از معجزات انبیا نیست. همه معجزات انبیا عزیز هست، همه پیامبران عزیز هستند، اما همه معجزات کجا هستند؟ تمام شدن، رفتن. یعنی حضرت موسی عصایی داشت، این عصا میشد اژدها. عصای موسی، دست موسی اژدها میشد. همین عصا دست فرعون، دست حتی هارون برادر موسی، دست قارون، چوبی بیشتر نبود. موسی از این دنیا رفت، عصایش یک چوب ماند، بی ارزش، هیچ فایده نداره، فقط میتونید بسوزانید و استفاده کنید از این بس. معجزه با هر پیامبری رفت. حضرت عیسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها پیامبری است که از غار حرا آمد با خبر معجزه، نه با معجزه. یعنی فقط آمد که جبریل به من گفته است تو رسول الله صلی الله علیه و سلم. مردم اولین کسانی که به اسلام ایمان آوردن به خاطر قرآن ایمان نآوردن. ابوبکر چیزی از قرآن نشنید که ایمان بیاره، خدیجه چیزی از قرآن ندید که ایمان بیاره، نوفل، ورقت ابن نوفل چیزی از قرآن ندید که ایمان بیاره. چرا دیدن؟ خود شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون جعبه قرآن، اون کسی که قرآن براش میاد. شما تصور بکنید من و شما رو خداوند متعال چی میگه؟ در سوره ابراهیم الله متعال خطابش به من و شماست، به ما میگه الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن کتابی هست که ما الله فرستادم برای تو، انزلناه الیک، برای توی مسلمان، تا توی مسلمان مردم رو از گمراهی ها به نور ایمان دعوت کن. عزیزان یک چیز میگم، متاسفانه خیلی از افهامی که ما از قرآن و از دینمون داریم غلط هست. دینی که به ما دادن غلط هست. دین نیاکان رو باید عوضش کنیم. این رمضان رو بیایید رمضانی بکنیم که در آن خودمان باشیم. یک سوال،
چه چیزی اسلام رو به تاجیکستان آورد؟ چه چیزی اسلام رو به اروپا و به هر جا برد؟ چه چیزی ملت آفریقا رو مسلمان کرد؟ چه چیزی ملت اندونزی و فلان رو مسلمان کرد؟ اونا که زبان عربی بلد نبودن. پس قرآن نبود. چه بود؟ مسلمانی بود که قرآن رو الله بر او نازل کرده بود تا آن مسلمان مردم رو از گمراهی ها و از جهالت و از حماقت و از فساد فحشا منتقل کند به نور ایمان و هدایت. الان من و شما میریم به اروپا، میریم به این کشور، میریم به اون کشور، همانطوری که صحابه رفتن، همانطوری که مسلمانان اولی رفتن. در اروپا ما چه غممان چه است؟ غم شما عزیزان چه از این ور اون ور؟ چه کار بکنیم که دین خود حفظ بکنیم؟ چه کار بکنیم که فرزندان خود حفظ بکنیم؟ آیا صحابه همچین بودن؟ یا اونجا میرفتن دیگران بر جامعه تأثیر میگذاشتن، نه اینکه دیگران بر او تأثیر بگذارن. یعنی قرآن، پس این فهم دین ما غلط است. دینی که به ما دادن دین قبل از اسلام هست. قبل از اسلام، قبل از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیاد، در مکه مکرمه چی بود؟ افراد مسلمان بودن، بهشان میگفتن حنفا. آقا ورقه ابن نوفل از اونها بود، زید ابن عمرو ابن نفیل عمه حضرت عمر از اونها بود، قیس ابن ساعد ایادی از اونها بود، در هر جا بودن، در یمن سیف ابن زیزن اونها بود. اینا کیا بودن؟ خدا را میشناختن، عبادت الله میکردن، اما میگفتن یا الله ما نمیدانیم که عبادت تو چی است، اگر میدانستیم عبادت میکردیم. به کسی آزار و اذیت نمیکردن، وحدانیت الله را قبول داشتن، همون چیزی که خیلی از ما اون رو دین میدانیم، او در واقع دین نیست. چه دینی هست که ما امروز کسی را میمیرد از بین ما، میگن که اوه دم الله فلانی در تاجیکستان وفات شد، الله الله چه آدم با یک آدم خوبی بود، 80 سال عمر کرد، از مسجد به خانه، از مسجد به خانه، کسی به کسی آزار نرسونده بود، کسی صداش را نشنیده بود، کسی فلان. این عزیز من وصف یک مجاهد است؟ وصف یک صحابی است؟ وصف یک تابعی است؟ وصف یک مسلمان است؟ نه، این توصیف یک راهب کلیسا هست، یک مرتاض هندی است. این توصیف برای اونها شایسته است، اما برای مرد مسلمان نه. مرد مسلمان مرد فعالیت است، مرد حرکت است، مردی است که شعله هدایت در اختیار اوست برای هدایت جوامع بشری. اگر شما در جایی که هستی، هر جایی که هستی، همسایه شما از شما رنگ نگرفتن، جامعه از شما هیچ تأثیری پیدا نکرده است، کسایی به دلیل دیدن شما مسلمان نشدن، اون وقت باید یک بازنگری در خودمان بکنیم که آیا واقعا ما بر مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم یا بر مسیر ورقه ابن نوفل و حنفا و اونایی که قبل از اسلام بودن، بر مسیر راهبان و اینا که فقط بدونیم خودمان رو نگه داریم، فقط بتونیم بچه‌هایمون قرآن خواندن یاد بگیرن فلان. نه، رابطه ما با قرآن اینطور نیست. شما ببینید قرآن میاد برای من و توی مسلمان. الان ما میگیم که آقا مسلمان است، قرآن خواندن بلد نیست. این کجاش مسلمان است؟ ما خود گول میزنیم. این اسلام نیست. این قرآن باید با تار و پود توی مسلمان به هم آمیخته باشه. اگر اکسیژن هوا رو نفست نرسید مهم نیست، اما قرآن باید برسه. قرآن از تو میخواد که بخوانیش و خداوند متعال تو رو تشویق میکنه به خواندن قرآن. هر قرآن رو که خواندی فقط برای قرآن خواندنت نه، برای هر لفظش، برای هر لفظش، نه برای هر کلمه. یعنی الف لام میم 3 حرف است، برای هر حرفش 10 تا اجر و پاداش از جانب الله متعال. خواندنش بخوانم فقط خلاص میخوانم؟ نه، باید درست بخوانی، با تجوید بخوانی، بدانی کجا بیستی، کجا حرکت کنی، چطور بخوانی. فقط این نه، باید با صدای زیبا بخوانی، با صدای زیبا. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اونی که قرآن رو با صدای زیبا نمیخواند از ما نیست. بخواه قرآن رو خواندم، نه، کجا؟ این قرآن خواندن فرض است، فرض است بر هر مسلمانی که از قرآن حفظ باشد
و قرآن بخواند. چرا؟ چون که نماز میخوانی، باید در نماز اینو بخوانی، باید چیزی از قرآن حفظ داشته باشی. فقط این کافی است؟ نه، گوش باید بکنی و به دیگران گوش بدی. در نماز با صدای بلند بخوانی، دیگران باید بشنوند. شنیدنش مثل خواندنش اجر دارد. خب شنیدم، خواندم، اینا کافی است؟ نه، کجا کافی است؟ باید بفهمی، تفسیر قرآن رو بخونی، ترجمه قرآن رو بخونی. کافی است؟ نه، باید با هم بشینید، متعارضه بکنید. پیامبر که قرآن بر او نازل شده است، جبریل که قرآن رو میارن، هر رمضان میشینن، پیامبر برای جبریل میخواند، جبریل برای پیامبر میخواند، صحابه برای همدیگه میخوانند، پیامبر میشینند برای صحابه میخواند، صحابه رو میگیرد که برای من بخوانید، با هم بحث کنیم این معنای چی است، قرآن از ما چه میخواد، قرآن برای ما آمده است. یعنی قرآن اون هدیه‌ای هست که ما از خداوند متعال خواستیم. ما از خداوند چه خواستیم؟ یک درخواست برای الله متعال هر روز ما میفرستیم و فرستادیم، گفتیم الحمدلله رب العالمین، ای اللهی که تو رب العالمین هستی، الرحمن الرحیم تویی، قیامت رو درست کردی و روز قیامت هم تو ما رو بازخواست میکنی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو رو عبادت میکنیم و کمکمون فقط دستمون به تو دراز است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا یعنی تا اینجاش ما بر دین ورقه ابن نوفل و قبل از اسلام است. خدا رو شناختیم، آخرت رو قبول داریم، همه اینا قبول داریم، همه چی دست الله متعال است، ما غیر از الله کسی رو نداریم. از اینجا آمدیم چی گفتیم؟ اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، او راه که راه پیامبر بود، صحابه بود، دیگران بود از صالحان و نیکان و پیامبران. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راههایی که در این دنیا هست، راه های انسان های گمراه، راه های انسان های منحرف، نه 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 نه، فقط ما رو راه راست. الله متعال به ما قرآن داد. خداوند متعال به ما چه داد؟ سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سوره فاتحه درخواست ما به الله و قرآن جواب الله به ما. پس قرآن برنامه زندگی است. این برنامه‌ای که ما در سایه قرآن پیش میریم، یعنی تا وقتی ما قرآن نفهمیم، این مدارکی که ما به دست میاریم، تحصیلاتی که میکنیم، همش بیهوده است. یعنی ما در دانشگاه من بودم، با اساتید می نشستیم، استادایی که استاد علوم اجتماعی هست، استاد روانشناسی هست، استاد جامعه شناسی هست، استاد علوم های انسانی اقتصاد هست، استاد سیاست هست، همهشان پروفسور هستن. این در مسکو فارغ التحصیل شده است، این آمریکا فارغ التحصیل، این فرانسه، این نمیدونم بریتانیا فارغ التحصیل شده است. با اینا که می نشستیم حرف می زدیم، انسان خون می گریست. جهالت، حماقت، این همه ترشحات ذهنی جامعه بشری رو جمع کردن، در حالی که از قرآن غافلن. من بهشون میگفتم مثال شما چی است؟ مثال کسی است که آقا نماز میخواند. ما میگیم که آقا نماز خواندن جایز نیست تا وقتی که شما فقه نماز رو یاد بگیرید، بفهمید که چطور نماز بخونید، چه وقت نماز بخونم، چطور بخونم، وضو بگیرم، فلان بگیرم. تا اینها رو نفهمید نمازت درست نیست. تا فقه روزه رو نفهمی، روزت الکی است، درست نیست، نمیدونی که چطور روزه بگیری، چه کار بکنی، چه نکنی. تا فقه حج نفهمی که چطور حج بکنی، فقط به مکه رفتنت که حاجی نشدی. کسی بیاد بگه من نماز خواندم ما شد، چی شد؟ وضو نگرفتی، چطور نمازت شد؟ شما مثل همون کسی هستید که فقه روانشناسی اسلامی رو یاد نگرفتی، فقه اقتصاد اسلامی یاد نگرفتی، سیاست اسلامی یاد نگرفتی، دین خودت رو یاد نگرفتی، رفتی ترشحات ذهنی دیگران رو یاد گرفتی. اونا هم مثل تو انسان ها مفکوره ها رو جمع کردن، نظریات فلان خرابش درستش همش، و شما شدی. خب چه فایده دارن؟ چه فایده کردی؟ هویت خودت رو از دست دادی، هویت های دیگران رو به آریه گرفتی برای جامعه خودت، که بیایی یک حالتی از حیرانی در جامعه، سرگردانی در جامعه. این حالت
در حال خلاص شدن است. ملت رشد کردن، جامعه بشری ما رشد کرده است. الان شما ببینید در همین تاجیکستان ما ملت کجا، دولت کجا، علما کجا؟ یعنی ملت ما، جوانان تاجیک ما از علمای ما آگاهتر، بیدارتر، فهمیده‌تر و در دینشان، در اهدافشان برای رسیدن به سعادت خودشان و آخرت خودشان، ساختن جامعه خودشان. حکومت اصلا در بادی دیگر است. یک انفصام شخصیتی قوی در جامعه ایجاد کردن. شما هستید مسلمان، مسلمان تاجیک، و حکومت کمونیستی یه چیز دیگر. شما یک دستوری در داخل شما مدیریتی میکند که قرآن شما باشد، هویت شما باشد. یک هویت تحمیلی به شما تحمیل میشه که با شما در تضاد هست. یک دوگانگی. خب این دوگانگی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این باید حل بشه. ما بنده الله هستیم یا بنده طاغوت؟ ما بنده الله هستیم یا بنده دیگران؟ الان شما میبینید حکومت دستور میدن که روزه نگیرید، کسی گوش نمیکنن، هیچ ارزش ندارن. مثل چی؟ مثل خرپشی وزوزی کرد. مفتی فتوا میداد روزه نگیرید، کی حرفش رو گوش میکند؟ برای مردم چقدر وزن دارن. چرا؟ چون جامعه رشد کرده است. الان وقت همون است که ما یک رابطه جدید با قرآن ایجاد بکنیم. قرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن برای هر کسی فایده نداره. قرآن برای هر کسی فایده نداره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم های فاسد مستکبر اگر قرآن بخونن، قرآن بیشتر اونها رو هلاک میکنه. فایده نداره. چرا؟ چون اون خمیره ای نیست که قرآن اهل قرآن باشد. او خمیره ای هست که اهل فساد هست. حتی اگر قرآن رو خواند، میخواد قرآن رو بگیرد و در جایی از قرآن بگردد به چیزی که او فساد و ظلم خودش رو تحویل کند. به جامعه بگرد که من هستم. یک ظالم فرعون میاد و اولین حرفی که هم میزند بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله شروع میکنه حرفش. خوب بسم الله چه فایده دارد براش غیر از خسارت؟ اما قرآن برای کس ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این قرآن برای کسی هست که قلب داره، برای کسی هست که گوش برای شنیدن داره، برای کسی هست که چشم برای دیدن داره، برای کسی هست که الله را قبول دارد، برای کسی هست که آخرت را قبول دارد، برای کسی هست که ذهنش آزاد است. این قرآن برای برده نیست. کسی که برده تعصبات نیاکان هست، پدران ما چنین بودن. خب پدران تو نمیفهمیدن، عاقل نبودند و کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر پدران تو احمق بودن، نادان بودن، نمیفهمیدن، اون وقت دنبال اونا را می. این عقلهایی که آزاد میشن از هر قید و بند، عقلهای آزاده، این عقلها رو قرآن صدا میزنه. الف لام میم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. الف لام را کتاب انزلناه الیک. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی که هیچ شکی در اون نیست، هدایت هست برای متقیان. پس ما اگر میخوایم قرآن استفاده کنیم، از قرآن بهره بگیریم، باید اول متقی باشیم، باید الله رو اول بشناسیم. یعنی ببینید صحابه رو پیامبر چطور تربیت کرد. صحابه میگه تعلمنا الایمان ثم القرآن فازددنا بالقرآن ایمان. اول چیزی که ما یاد گرفتیم ایمان هست. ما با ایمان تربیت شدیم، بعد از ایمان قرآن، با قرآن ایمانمون بیشتر شد. این ایمان یعنی ما وقتی میایم در علوم بشری، ما سه نوع علم داریم در بشر. یکی علم الله رو بشناسیم، یکی علم قوانین الله، احکام الله، و یکی علم مخلوقات الله. علم الله شناخت الله متعال، صفات الله. الله کی است؟ صفات جلال و جمال و عظمت الله متعال. وقتی که من الله رو فهمیدم که رازق الله هست، شافی الله هست
وقتی که فهمیدم قوی الله هست، قادر الله هست، اکبر الله هست، عظیم الله هست، اون وقت تکیه من به الله هست. دیگه نه از فقر میترسم، نه از هیچ ظالم و مستکبری میترسم، نه از بیماری و از هیچی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله از هیچی ترس ندارن، هیچ غم و اندوه ندارن. شما الان دیدید در غزه، اهل غزه مؤمنان کشته شدن، از مرگ نترسیدن، فقر و بدبختی و بیچارگی نمیترسن، خانه و زندگی و کاشانهشان همه چیز بیراد شد، هیچ غمشان نیست. نه ترس دارن، نه واهمه دارن، نه هیچ. در این سرما نه نان هست، نه غذا هست، نه آشامیدنی هست، نه سرپناه هست، نه هیچی. زخمی هستن، کشته دادن، شهید شدن، همه اینا در راه الله بیباک. من مال الله هستم، هیچ برام مهم نیست. علی ای جنب فی الله کان مصرعی. هر تو صحابی میگفت که چی؟ صحابی میگفت لست ابالی حین اقتل مسلما. اگر من مسلمان بمیرم برای من هیچ مهم نیست که چطور بمیرم و چگونه بمیرم، مهم این است که من مسلمان باشم. بیباک. این انسان مؤمن هست، این انسان قرآنی این هست، انسانی که از هیچ چیزی براش، این وقتی است که الله رو شناخت. این علم الله فرض است بر هر تک تک انسان ها، بر هر انسانی فرض است که بفهمه که کی او را آفریده است، برای چی او را آفریده است و در دنیا چی میخواد از او. بعد علم چی؟ علم احکام الله، دستورات الله. علم دستورات الله بر هر مسلمانی آن چیزی فرض است که ارکان اسلام است. من باید بفهمم که نماز بخوانم، فلان بخونم. نماز شو که به شروع هر مسلمانی همه باید بفهمن فرض است. قرآن خواندن فرض است بر هر مسلمانی، هیچ راه دیگه هم نیست. روزه، وقتی که روزه آمد فرض است که باید احکام روزه رو بفهمم. زکات، اگر من فقیر هستم توانه زکات ندارم، بر من علم زکات فرض نیست. مالدار هستم وقت زکات هم است، باید علم زکات رو بفهمم، فرض است. حج، تا توانمندی حج ندارم، بر من فرض نیست. وقت حج آمد فرض است، باید یاد بگیرم. اینا رو کجا یاد میگیریم؟ خیلی راحت میریم پیش هر عالمی، پیش هر کسی احکام دین رو یاد. بعدش علم مخلوقات الله، اینی که ما براش دانشگاه ها درست کردیم، فیزیک و شیمی و هندسه و کامپیوتر و تکنولوژی و همه اینا چه است؟ علم مخلوقات الله است. این علم مخلوقات الله فرض است برای برخی از مردم. برای همه مردم فرض نیست که همه برن پزشک بشن. چند نفر اگر پزشک شدن که نیاز ما برآورده شد تا کافی است. برای همه بشریت فرض نیست که همه مهندس بشن. چند نفر مهندس شدن کارمان راه افتاد کافی است. در هر زمینه‌ای برای چند نفری که ادای وظیفه کنند فرض است. اما ببین، ما آمدیم در علم مخلوقات الله کل هزینه میکنیم، زحمت میکشیم، مال میذاریم، سفر میکنیم، دانشگاه از دانشگاه نمیدونم فلان و فرزندانمون رو در این باب تربیت میکنیم. اما در علم شناخت الله متعال که فرض عین است بر هر فرد مسلمان، در این کوتاهی میکنیم. در شناخت احکام الله کوتاهی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینه که اینجا ما یه مشکل داریم. ما مسیر زندگی رو یاد نگرفتیم. مسیر زندگی، آقا شما میخواید در این دنیا چقدر عمر کنی؟ 1000 سال. این 1000 سال این دنیا شد. بعد از این چی؟ ما مرگی نداریم، ما انتقالی داریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی زندگی جاویدان آخرت هست. 1000 سال عمر شما در مقابل زندگی جاویدان آخرت چه هست؟ هیچ. یک لحظه بیشتر نیست. وقتی میای 1000 سال عمرت رو قیاس میکنی با زندگی ابدی آخرت، میبینی هیچ هست. در این 1000 سال عمرت چه میخوای باشی؟ چقدر میخوای دارایی داشته باشی؟ میخوای مثلا سلیمان علیه السلام باشی با اون پادشاهیش؟ خب 1000 سال سلیمان هستی. بعد از 1000 سال چی؟ در آخرت همون آخرین کسی که وارد بهشت میشه، آخرین کسی که از
جهنم، یعنی چند میلیون سال در جهنم بوده است، از جهنم برمیاد و آخرین کسی که وارد بهشت میشه و بعد از اون دیگه کسی وارد بهشت نمیشه. این فقیرترین شخص در بهشت است. این داراییش چقدر هست؟ داراییش 50 برابر سلطنت حضرت سلیمان که در دنیا چه قدرتی داشت، چه امکاناتی داشت، چه یعنی 50 برابر آنچه که در روی زمین هست، در بهترین وضعیت و بهترین بالاترین تکنولوژی و امکاناتش. این آقا در جهنم 50 برابر این داره. ما برای جنت چقدر هزینه میکنیم، چقدر وقت میذاریم، چقدر خودمون را آماده میکنیم، چقدر این دغدغه ماست، چقدر فکر ماست. یعنی مادر وقتی که بچه‌هاش رو میخوابانند با دغدغه جنت میخوابانند یا با دغدغه همین چند روز دنیا؟ بچه‌ها بخوابید که فردا مدرسه دارید. این حرف بچه‌ها بخوابید برای فردا مدرسه دارید رو در خانه مسلمان میشنوید، در خانه هندو میشنوید، در خانه یهودی میشنوید، در خانه آتش پرست، گاو پرست، سگ پرست، ملحد، همه. پس این مسلمان نیست. مسلمان او است که میگه بچه‌ها زود بخوابید که فردا نماز فجر دارید. در نماز فجر باید سرحال باشید. یعنی وقتی که شما در ادبیات خانه خودت توجه کنی میفهمی که شما چقدر مسلمان هست. آخرت چقدر حضور دارد در زندگی شما، حلال و حرام چقدر در زندگی شما حضور دارد، دعوت دیگران چقدر در زندگی شما وجود دارد. ما هر روز دعا میکنیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. از خدا میگوییم که ما رو برای متقیان، برای بهترینان امام کنه. و امامت هزینه داره. آیا هزینه امامت رو حاضرین پرداخت بکنیم؟ آیا ما واقعا داریم پرداخت میکنیم هزینه اینه که امام باشیم؟ شما که امام باشید یعنی الگو باشید، یعنی همه به شما اشاره کنند که مثل فلانی باشید، بچه‌هاتون رو بگید مثل فلانی باشید، مثل خانواده فلانی باشید، مثل بچه‌های فلانی باشید. آیا همه جامعه همچنین اشاره میکنن یا نه؟ اگر نه پس کلاه ما پس معرکه است. باید یک وارسی به خودمون بکنیم و یک رابطه جدیدی رو با قرآن کریم برقرار بکنیم. این رمضان فرصت است که بیاییم و یک بار دیگر خود را بشناسیم، در سایه قرآن کریم خود را بشناسیم و وفق تعالیم قرآن کریم خود را بسازیم. قرآن کتاب هدایت و کتاب انسانسازی است. در سایه قرآن اگر ما خود ساختیم، ما اهل الله هستیم، اهل قرآن هستیم. در غیر این صورت هر چه ادعای دینداری بکنیم، هر چه تلاش بکنیم، هر چه بدون قرآن، ما یک شخصی مثل ورقه ابن نوفل هستیم، مثل ابو جهل و ابو لهب. اونا یعنی مردم ما فکر میکنن که خدا در چه هست؟ در کعبه است. همین الان ببین، همین رمضان چقدر از عزیزای ما رفتن برای عمره. یعنی اینا همین است، فکر میکنن که خداوند در کعبه است، بریم اونجا سلام علیک بکنیم. در حالی که همین مردم که رفتن به عمره غزه رو دیدن، سوریه رو میبینن، فقر و بدبختی و فلاکت رو میبینن، مشکلات جامعه اسلامی رو میبینن، هیچ غمشون نیست، هیچ وجود داره. پس اینجا یک خللی هست در ساختار شخصیت قرآنی انسان مؤمن. اینجاست که باید برگردیم به خودمون. این کعبه ای که ما فکر میکنیم اگر رفتیم وارد کعبه شدیم دیگه به عروج کردیم، صبح تا بعد ظهر ابو جهل و ابو لهب و اینا در داخل کعبه بودن. این برایشان فایده نکرد. فایده وقتی میشود که ما قرآن رو در سینه خودمون داشته باشیم، قرآن مشعل هدایت ما باشد، در راستای قرآن و در راستای رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت بکنیم. اون وقت است که انشالله به کمال منزلت میرسیم. استاد گرامی، بسیار شما یک نقطه خیلی مهم را ذکر کردید که اصحاب کرام وقتی که یعنی صفات آنها این بود که وقتی میرفتن جایی، در اونجا نه این که دنبال آن بودن که فرزندان ما را نجات بده، یعنی فرزندان خودشان را نجات بده، یعنی مثلا از اون
فضای جامعه‌ای که هست، بلکه کوشش میکردن که دیگرگونی در فضای جامعه بیارن. ولی اینجا یک سوال دیگه به میان میاد که تمام اشخاصی که ما سال 2014 مبارزه را آغاز کردیم و آغاز مبارزه ما از دعوتی مفصل دینی و دنیوی بود که بیشتری بچه ها دیندار بودن، وقتی به مرور زمان 10 سال یعنی 11 سال میگذرد، من میبینم که بعضی از اشخاص فاسد آمدن در بر این اشخاص دیندار قرار گرفتن و به جای اینه که این اشخاص دیندار آنها را عوض کنن که آنها دیندارتر شوند، بیداری اخلاقی پیدا کنن و با این بیداری اخلاقی که دارن در سیاست نفوذ پیدا کنن و جامعه را تغییر بدن، برعکس شد. یعنی اون فاسدها این دیندارها را فاسد کردن و برای غیر اخلاقی بردن که امروز همین دیندارهای بعضی اشخاصی که داشتن که بسیار دعوتگری قوی بودن و بیداری اخلاقی دینی و دنیوی را به جامعه می آوردن، نمونه مثال بودن، از دست دادیم. برای آنها از دید دین و از دید قرآن چی مشورت داره در این ماه و قرآن به آنها چی میگوید؟ ببین عزیزم، ما یک نوع دینداری وهمی، یه دینداری میراثی، یه فرهنگ دینی در جامعه ما بود. ما فکر میکردیم ما مسلمان هستیم. چرا مسلمان هستی؟ پدرم عبدالله هست، من احمد هستم، مادرم فاطمه هست، ما تاجیک هستیم. تاجیک غیر از مسلمان که نمیشه. در نتیجه ما مسلمان هستیم. این یک فرهنگ است، یک عادات و رسوم هست. شما در تاجیکستان یک لباس میپوشیدید، الان رفتید فرانسه، مردم یک لباس دیگر میفروشن، دیدی که لباس رو عوض کنی، لباس رو عوض کردی. تو همون تاجیک هستی، اما چی شد؟ فرهنگ لباست عوض شد، زبانت عوض شد. بچهای ما زبان تاجیکی رو بلد نیستن. در کشوری که هستن اون زبان بهتر یاد گرفتن. دین برای ما این دین میراثی بود. این دین پیش الله متعال هیچ ارزشی نداره. دین اگر این میشد، این ظلم میشد. یعنی این آقا فقط به خاطر اینی که اسمش احمد است، اسم پدرش محمد و اسم مادرش فاطمه، این برد بهشت. او بدبخت دیگه اسمش چون که چینگ چانگ چونگ هست، اسم مادرش کرولا، اسم پدرش تیوتا، این باید بره به جهنم. این که نشد. ما همه بندگان الله متعال هستیم. دین اون چیزی است که تو انتخابش میکنی. افتخار تو به این است. وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی چی؟ اشهد یعنی من گواهی میدهم. من گواهی یعنی چی؟ یعنی اینی که من در اونجا بودم، من دیدم. شما چه وقت در محکمه در دادگاه میرید شکایت گواهی میدید؟ شاهد کی هست؟ من هستم. شما در اون جا بودید؟ بله من اونجا بودم، من دیدم که این مردک زد، دیدم که چاقو دستش بود، با چاقو با کار زد. این رو میگن شهادت، گواهی. وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله، باید من به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشم که دیگه هیچ شکی درش نمیباشد که الله واحد الاحد است. و اشهد ان محمد رسول الله، باید به اون درجه از فهم و درایت رسیده باشم که هیچ راهی نیست مگر این که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول پیک الله متعال باشه. این از دین داریم. وقتی که ما به این دین رسیدیم، دیگه دعوت ما دعوت اسلام هست. ما میریم به مردم ابلاغ میکنیم، ما میاییم مردم رو به دعوت میدیم و اعرض عن الجاهلین. قرآن به تو میگه که از جاهلان روگردان باش. یعنی کسی که جاهل است، کسی که حرف نشنا است، کسی هر است، خلاص اینو راهش کن. تا وقتی گوش نمیکنه راهش کن، دنبال کسی باش که حرف میشنوه. یعنی در جوامع بشری تأثیر بگذار و تأثیر نپذیر. چرا ما تأثیر پذیرفتیم؟ این افرادی که شما میگید رفتن در اروپا و اینا چی بودن؟ اینا مثل یک ظرف خالی بودن. ظرف خالی است، هر جا که رفت هر کسی آشغالی چیزی در اون گذاشت، پر شد، رسوبات دیگران رو گرفت. اما اگر همین پر می بود، برای همین اجازه نیست، حق ندارید شما برید در هیچ جایی هیچ تحصیلاتی رو بکنید مگر این که پیش از آن در همان زمینه دین خودت رو خوب فهمیده باشی. من میخوام جامعه شناسی بخونم، فرهنگ های دیگران استفاده بکنیم که دیگران چقدر بله، اما
قبل از اون باید شما در جامعه شناسی اسلامی فقیه باشید. وقتی که جامعه شناسی رو از منظار قرآن کریم، در قرآن چه هست؟ قرآن مجموعه ای از برنامه هاست، برنامه تربیتی، برنامه تزکیه انسان، ساختار انسان، برنامه ساختار خانواده، ساختار جامعه، برنامه سیاسی، برنامه شیوه حکومتداری، شیوه مدیریت جامعه بشری. اینا همش برنامه قرآنی هست. قرآن این برنامه هست. این برنامه رو در شیوه سیاست من یاد گرفتم، میرم سیاست جهان رو میخوانم. تجارب بشری چه هست؟ الله متعال به من و شما امر کرده است این کارو بکنید. الله متعال میفرماید که شما رو تیره ها و انسان ها و افکار و اندیش های مختلف آفریدیم لتعارفوا، تو برید کوشش بکنید همه تجربات بشری رو یاد بگیرید همه، اما قبل از اون باید به تجربه به شیوه قرآنی آگاه باشید که در اون وقت شما وقتی که در فضای هویتی خودت فقیه هستی، هر جای دنیا که رفتی تأثیر میگذاری، شما صدای برتر هستی. اونجا که رفتی در فضای آموزش، اونجا هست که علم کسب مکاسب بشر رو، اون چیزی که بشر بهش رسیده، او رو یاد میگیری. بعد به همون بشر میگی اوه تو این رو داری، من چیز برتر دارم، من از این بهتر رو دارم. وقتی اونجا قرآنت رو تقدیم میکنی، همون بشر متاثر میشه میاد. افراد می آمدن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی یک کسی آمد در مدینه منوره، این آقا یک حکیم بود، دانشمندی بود و در این حال یک پزشک ماهر بود، برای بیماری های صعب العلاج این رو انتخاب میکردن. خب این آمد و شنید که در مکه یک کسی هست، همه عرب از او حرف میزنند، یک آدم دیوانه است، شاعر هست، جن زده است، فلان هست. تبلیغات سوء بر علیه پیامبر، ترور شخصیتی پیامبر توسط دستگاه های تبلیغاتی دشمن. این از باب انسان دوستی، از باب دلسوزی گفت الله این بیچاره مریضی است و نوه عبدالمطلب است، اگر همین رو من درمان میکردم چقدر خوب میشد. آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که محمد من شنیدم که تو بیمار هستی، سحر شدی، جن زده است رو، فلان است، اگر اجازه بدی من در این زمینه متخصص هستم، کمکت بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بفهم. حرفای خودش زد، گفت الان حرف منو گوش میکنی؟ گفت بفهم. پیامبر شروع کرد الحمدلله رب العالمین، چیزی از آیات قرآن. این مرد مان، او چیزی که من دارم مهم است، خوب است، اما این چیزی که تو داری یه چیزی بسیار بالاست. گفت محمد دستتو بده من، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. وقتی که ما دین خدا یاد بگیریم، در هر جای جامعه بشری بریم، ما صدای برتر ما هستیم، حرف برتر رو ما داریم. این برنامه‌ای که ما داریم مال از جانب الله هست برای همه زمانها و همه مکانها. قرآن همانطوری که در زمان پیامبر معجزه بود، در الان معجزه است، تا روز قیامت معجزه است. در خودی خودش معجزه است. ما یک برنامه‌ای داریم در تلویزیون اگر دیده باشید به نام هدایت یافتگان با قرآن، یعنی افرادی که فقط قرآن رو خواندن و مسلمان شدن. الان شما دیدید با چشای خودمون حادثه غزه شد، چقدر در غزه کشته شد؟ 100,000، چند صد هزار یا چند میلیون افراد با دیدن غزه مسلمان شدن. یعنی براشون سوال پیدا شد که افرادی که 7 اکتبر رو درست کردن اینو کی هستن؟ اینو چه موجوداتی هستن؟ اینایی که میبینند خانهش ویران شده است، خانوادهش همه کشته شدن، یک زن بیچاره مانده است، خوشحال است، میگوید از منو بهتر در دنیا نیست، من مادر شهید هستم، من خواهر شهید هستم، من همسر شهید هستم، من همه عزیزانش شهید شدن، خوشحال است. این چه موجوداتی هستن؟ این عقل پویای غربی میگه اینا کی هستن؟ میگن مسلمان.
ما میخوایم این مسلمان رو بشناسیم، چه کار کنیم؟ بیا این کتابشون این است، دستورالعملشون این است، قرآن میخونه مسلمان میشه. در حالی که وظیفه قرآنی نیست. وظیفه قرآنی نیست که مردم قرآن را بخوانند مسلمان شن. قرآن برای من و تو است تا مردم من و تو را ببینند مسلمان شن. کتاب انزلناه الیک، ما این کتاب رو برای تو فرستادیم، توی مسلمان، تا توی مسلمان مردم رو از گمراهی ها به نور هدایت بیاری. پس اگر ما نتونستیم به این مرحله برسیم، فقط به این بهانه که ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دیگه ما مسلمان هستیم، بهشت مال ما هست، او بدبختی که این اسمش محمود نیست، اسمش چامچینگ هست، او جهنمی هست، این عقل من و شما هم نمیسازن. مگه خالق او الله نیست؟ خالق من هم الله، خالق او الله. جنت بها دارد، بهاش همین تلاش هست، همین است که به سوی قرآن رجوع بکنیم و برنامه زندگی خود از قرآن کریم بگیریم. اون وقت است که ما میتونیم هم جامعه را عوض کنیم و هم خودم. و اما یک که ما فکر میکنیم که نه ما باید خدا بسازیم، نمیدونم فلان. این الله متعال میفرماد ان هذا صراطی مستقیما، بگو قل ان هذا صراطی مستقیم، بگو ای پیامبر این راه من مستقیم هست، فتبعوا یعنی مستقیم برید. مستقیم برید یعنی چی؟ یعنی از این مرحله به مرحله بعد، به مرحله بعد، به مرحله بعد. نه ای که ما فکر کنیم که خب من باید پس یعنی این گپا این است که من برم قرآن رو حفظ کنم، قرآن رو بفهمم فلان فلان. نه عزیز من، بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه یاد گرفتی برو همسایه بگو، یک چیزی از قرآن گرفتی برو بگو. همین که به او میگی باز خودت یاد میگیری، همین که به او میگی باز خودت یاد میگیری. این افرادی که باعث هدایت صحابه شدن چطور قرآن یاد گرفتن؟ چند آیه از قرآن یاد گرفتن رفتن دنبال مردم، بعد خودشان هم یاد میگرفتن. اصلا قرآن همینطور آمد. یعنی قرآن چطور آمد؟ آمد آیات 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 آیات. یعنی اولی مسلمان‌ها 5 آیه یاد گرفتن، بعدا 5 آیه دیگه آمد، 10 آیه یاد میگرفتیم، صحابه میگفت 10 آیه یاد میگرفتیم، حفظ میکردیم، میخواندیم، میرفتیم بهش عمل میکردیم، بعد میآمدیم 10 آیه دیگه یاد میگرفتیم. به این صورت کم کم اما به طرف اول آمدن، مسلمان شدن. مسلمان که شدن چیکار کنیم؟ یک خانه تیمی درست کردن، دور هم با قرآن انس گرفتن، قرآن میخوندن و با قرآن تعالیم قرآن رو به دیگران منتقل میکردن، عددشان رو بیشتر کردن. عددشان بیشتر شد، جامعه به اونها ظلم کرد، ظلم رو تحمل کردن تا توانستن یک فرصتی ایجاد شد، یک حکومت تشکیل دادن. حکومت گسترش پیدا کرد، گسترش و گسترش و گسترش تا به من و شما رسید. یعنی این تصورات احمقانه ای که ما از دین داریم، اگر در زمان صحابه می بود آیا دین به ما می رسید؟ یعنی امروز ما بلند میشیم که بریم چی؟ میرم در مدینه منوره زندگی کنم. چرا در مدینه منوره میخوای زندگی کنم؟ میخوام اونجا بمیرم و فضل مرگ و تدفین در بقیع نصیب من بشه که هر کس که در بقیع بمیره اونجا دفن بشه فضلی داره. عزیز من، بچه مدینه ابو ایوب انصاری مهماندار رسول الله صلی الله علیه وسلم، 70 سال سنش هست، پیرمرد، از مدینه بلند میشه میاد در استانبول دفن میشه. مگه ابو ایوب انصاری فقیهی که شب و روز در کنار پیامبر بود فضل مدینه را نمیدانست؟ فضل نماز در مدینه را نمیدانست؟ چرا پس در استانبول آمد؟ در آخر عمرش میفهمید که وقتی میره بیرون دیگه بر نمیگرد. شاید شما برنامه من که رفتم در چی رو دیده باشید در سوریه، آنچه در سوریه دیدم. در سوریه من ابو ایوب انصاری تاجیک رو دیدم، یک پیرمرد تاجیک که بیش از 70 سال عمر داره. این از تاجیکستان بلند میشه میاد در سوریه جهاد میکند، در فتح ادلب هست، در فتح حلب هست، در فتح حمص هست، در فتح حما هست، در فتح دمشق هست. میگم پدر جان ماشاءالله خدا جزای خیرت بده، زحمت کشیدی و در خداوند متعال توفیق داد، در این جهاد و در این بودی. الان وقتش هست که به استراحت کنی،
بری با نوه ها و نواسه ها و نبیرهات بشینی و بخندی و راحت باشی. همینطور یک نگاه عاقل اندر سفیهی کرد به من و گفت پس قدس را کی فتح میکنن؟ اینا هستن اونایی که قرآنی هستن، اینا هستن اونایی که میفهمند که برای چه الله متعال اونها را آفریده است، چه رسالتی دارن، چه هدفی در زندگی خود دارن. این رو باید یاد بگیریم از صحابه رو وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه چی میگه؟ خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين، یعنی کل جامعه. یعنی ببین چه انقلابی رو اسلام، فهم درست اسلام در جامعه ایجاد کرد. اسلام آمد برای یک جامعه جاهلی عربایی که خواندن نوشتن بلد نبودن. کل مکه 15 نفر اگر خواندن نوشتن بلد بود، در مدینه هم نبود. آمد گفت طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان فرض است بر مسلمان که طلب علم کنه. میفهمید فرض است بر مسلمان یعنی طلب علم کنه. ابوبکر صدیق تا 61 سالگی قرآن حفظ میکرد. تا 61 سالگی قرآن نازل میشد تا آخر عمر پیامبر. ابوبکر تا اون رخت هر آیه‌ای که نازل میشد حفظش میکرد. همینطور بقیه صحابه. هیچ کسی نگفت من پیر هستم، هیچ کسی نگفت از توان من نیست، هیچ کسی نگفت. همه قبل از اسلام کل جامعه بشری اینطوری بود. قبل از اسلام در هر جامعه بشری فقط یک طبقه خاصی خواندن نوشتن بلدن. قرآن آمد زندگی بشر رو دگرگون کرد. برای همه خواندن نوشتن ملک همه شد. امروز دنیا خواندن نوشتن بلد است، همه بشر خواندن نوشتن بلدن. این از فضل قرآن هست و از فضل اسلام هست که مردم رو مجبور کرد که برید اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان نون و القلم و ما یسطرون. قلم برای همه شد، خواندن برای همه شد. وقتی ما تونستیم در این بشر چنین انقلابی رو ایجاد کنیم در زمانی که امکانات ما هیچ بود، امروز امکانات ما زیاد است، عدد ما زیاد است. فقط یک جو همت در ما باشد دنیا رو عوض میکنه. استاد گرامی، یک نکته را منم بسیار در اینجا اهمیت میتیم بلاش و بیشتر به این ایمان هستیم که اگر که ما اخلاق دینی نداشته باشیم و از قرآن دور شیم، اگر ما علم دنیوی هم داشته باشیم و با سیاست هم زیاد مثلا در قدرت هم باشیم، این بسیار ضربه میزنه. من یک مثالی ضربه اون را در آن میبینم که در تاجیکستان یکی از حکومتدارا وقتی به مسجد می اومد میخواست مسجد ببنده، با همون مردم مسجد درگیر شد و اون حرفای زد، یعنی دشنام‌ها حرفای زد که اصلا یک انسان مسلمان به زبانش این کلام نمیاره. این به این معناست که اون شاید کدام مواد استفاده کرده بود یا اینکه نمیفهمم، شاید اون قدر از دین دور شده بود که این چیزا رو استفاده بود. ولی اگر ما در جامعه میتوانستیم اخلاق یعنی بیداری دینی اونها را بیشتر کنیم که اونها با قرآن نزدیک می بودن، چون این حالت ها هیچ وقت به میان نمی اومد. بعضی از اشخاص به این عقیدن که اینجا قانون هست، قانون باید اینها را نظارت کنه چون یک حکومت قانون دارد. ولی در بیشتر حالت ها وقتی که قدرت به اوج به اخلاقی برسه، دیگه قانون آنها را جوابگو نمیکنه. مثال راستش این تاجیکستان است که اگر بد اخلاق ترین انسان ها در سر قدرت هستند و همیشه مدهوشن، یعنی می زدن، حال از دیگه موادها استفاده کردن و اونها نمیتوانن مثلا زبان خودشون کنترل کنن. از همین عقیده از همین باره میتونن مثلا در کسایی که دشتم میکنن اونها رو به جوابگری نمیکشن. مثال دومش این بود که در سال 2007 و 9 تاجیکستان یک اوج دینگرایی پیش آمد و علما بسیار مشهور شدن و مردم تاجیکستان همیشه طرفدار عالم ها بودن و این عالم ها پیوسته به مردم میگفتن که حجاب فرض است و کسانی که لباس ندارن بد اخلاقند، بیدینند، فاحشه هستند و از این چیزها. و این حکومتدارهایی که اخلاق دینی نداشتن و زنهای آنها که برخوردار چون این لباس نبودن، آنها چیکار کردن؟ گفتن جامعه ما رو فردا دیگر قبول نمی‌کند و اومدن این عالما رو سرکوب کردن و دیندارا رو تاجیکستان خالی کرد. اگر اینها حد امکان یعنی بیداری اخلاقی می داشتن و اینها نمی اومدن مثلا به مساجد مردم، به ادیان مردم، به اخلاق مردم اینجوری ضربه بزنن. و این عقیده من به این عقیده ایم که این انسان
در حد امکان اگر که به سیاست هم نزدیک است، علوم سیاسی، علومی مثلا غیر دینی خوانده است، حد امکان عقیده دینی یعنی که نزدیکی خودش رو با قرآن بداند و اگر ندانست این چیز بسیار ضربه میزنه. و این اساس من همیشه در برنامه‌ای که داریم و مسئله کاری که میکنیم من کوشش میکنم به بیشتری مردم برسانم که برادران و خواهران عزیز و گرامی، اگر ما امروز دموکراسی و هر ایدئولوژی دیگه را میخوایم به تاجیکستان برقرار کنین، اگر این چیز میخواین باید دانسته بگیرین که این ایدئولوژی که امروز در خارج کشور هست، در اروپا هست، همین دموکراسی یا اینکه اخلاق اینا سرچشمه است، از کجا ایش ما نمیدونیم. ولی جامعه تاجیکستان هر ایدئولوژی را که ببرین اون اخلاقش از دین است. تو اونجا نمیتوانی با اونها با ایدئولوژی دیگر بالاشون طوری که تو میخوای کار کنی. بیداری مردم تاجیک، اخلاق مردم تاجیک تنها میشود با دین چارچوب درست کرد، صحیح کرد. با دین اگر اخلاق اون مردم رو صحیح نکنی، نه با قانون دموکراسی، نه با قانون کمونیسم، نه با دیگر قانون ها اونها نمیشه اصلاح کرد. ولی بعضی از اشخاص به این عقیده نیستن. به همین خاطر من بارها این تلاش میکنم. حالا استاد دیگر در این موضوع اگر شما چیزی در گفتن باشین میتونین ذکر کنین. ولی یک نقطه دیگر استاد در روزهای اخیر در رسانه‌های مجازی زیاد پرنفوذ شد که سالها است رحمانوف از منبرها برای مخصوصا در ماه شریف رمضان از مردمی که کار میکنن از آنها میخواد که روزه نگیرن. ولی امسال مفتی تاجیکستان یا که رئیس شورای علمای تاجیکستان یک فتوای جاری کرد که کسانی که در ناب راغون که یک چی الکتریکی چون انرژیکی است یا که برق است در اونجا کار میکنن، کارش در حقیقت هم سخت است، با اونها فتوا جاری کرد که اونها باید روزه نگیرن. یعنی این پیروی از امام علی رحمان بود در اون چیز. ولی تصمیم گرفتن شورای علما و رئیس شورای علما این حرف از زبان برآوردن، یعنی از دیدگاه دینی و مخصوصا چه حکمی دارن این چیزها و مردم مسلمانی که این فتوا را گرفتن و در اونجا کار میکنن روزه خود را عین حال میخورن چی است؟ اولین نقطه‌ای که شما اشاره کردید قضیه اخلاق پایه دین هست، یعنی الفبای دین اخلاق هست. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نزدیکترین شما به من در جنت، یعنی کسایی که همسایه پیامبر هستند در جنت، احاسنکم اخلاق، اونایی که بهترین اخلاق دارند. نفرمودن اونایی که متخصصن در فناوری فلان، نفرمودن اونایی که شجاعترینن، اونایی که دلیرترینن، سخنورترینن، عالمترینن، نه، با اخلاق ترینن، اونایی که با اخلاق ترین. با اخلاق انسان مؤمن رو از غیر مؤمن میتونی بشناسی. و آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که یک زن هست بسیار نمازگزار، هر روزش روزه‌دار، هر شبش تهجد، همه، فقط همسایه‌اش را اذیت میکنه، آزار و اذیت میرساند به همسایه‌اش، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که ایمان دارد به الله و روز قیامت به همسایه‌داری درست بکند، به همسایه‌اش رسیدگی بکند. فرمودند این زن تا عابد زاهد پرهیزگار این جهنمی است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشکل اخلاق داره. در مورد دستورات ببینید این حکومت ها جنگشان با الله هست. حکومت چیکار میکند؟ خود را بر جامعه تحمیل میکند به عنوان خدا. هر حکومتی ادعای خدایی دارد، یعنی همون که حرفی که فرعون دیروز زد امروز رحمانوف میزند. فرعون چی میگفت؟ انا ربکم الاعلی، من الله برتر شما من هستم، یعنی بالای حرف من نباید حرف باشد، هر چی من میگم عمل بکنید. حکومت میاد همینطور، شما قرآن دارید، حکومت قانون اساسی برای شما میگذارد، قانون میگذارد. شما اذان دارید، حکومت سرود ملی میگذارد. شما هر چه دارید حکومت برای خودش. و حکومت شما ملا دارید، کسایی دارید، متخصصانی دارید که به شما قرآن و دین یاد میدن، حکومت برای خودش کاهنان میسازن. همین کسایی که بوق حکومت هستن دستور حکومت را به جامعه میرسن. خب من مسلمان چه کار کنم؟ من باید اینجا بفهمم که من مسلمان هستم یا من پیرو الله هستم یا پیرو غیر الله. اون کسی که قانونی میگذارد و شما رو میگه بر شرعو، مشرکین میگن خدا شرعو ما لم یأذن به الله،
مشرکان قانونی گذاشتن، اون را الله اسمشان رو گذاشته مشرکان، اونایی که برای خودشان قانون تراشی میکنن غیر از قانون الله متعال. اینجا اگر من پیرو اونها هستم، خلاص این دین، کسی که دینش دین حکومت است دین حکومت، کسی که دینش دین الله هست، الله متعال بزرگترین اجر و پاداش و عبادت رو بعد از وحدانیت الله قرار داده پدر و مادر. الله بعد پدر و مادر، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. اول الله بعد پدر و مادر. همین پدر و مادر که بعد از الله قرار میگیرن، همین پدر و مادر اگر و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر همین پدر و مادر از تو چیزی خواستن که مخالف دین الله هست، خلاص ارزششون رفت، جایگاهشون رفت، هیچ حرفشون گوش نکن. همین پدر مادری که تو نباید به آنها اف بگی، ولا تنهرهما، نباید صدا تا روی آنها بلند بکنی، همیشه با آنها باید قل لهما قولا کریما، بسیار مؤدبانه باشی. همین پدر مادر اگر خلاف قانون الله گفتند، هیچ ارزشی ندارند، حرفشون ساکت است. حکومت دیگه کی است؟ بوق حکومت کی است؟ نمیدونم رئیس علما کی است؟ اگر کسی غیر الله، لا طاعت، ما یه قانون کلی داریم برای خودمون، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما حق نداریم از هیچ مخلوقی در آنچه که در او معصیت الله متعال است اطاعت بکنیم. هر کس گفت حکومت، رئیس علما، فلان، خلاف قرآن و خلاف قانون الله، او قانونش، او حرفش زیر پای ما هست، هیچ ارزش ندارد. عزیز من، یک چیز یاد باشید، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. در روز قیامت نه تاجیک وجود دارند، نه تاجیک ها، نه فلان، نه الا. در روز قیامت توی فرد هستی. روز قیامت میای پیش الله متعال، فرد. الله متعال توی فرد رو بازخواست میکنه. در اون روز دیگه نمیتونید بگید که سید مکرم مرا تو گفته بود، نمیفهمم فلان این تو گفته بود. او حتی در جهنم میبینی که اهل جهنم میگن خدا اینا رو عذاب دو برابر عذاب کن که اینا ما رو گمراه کردن. اختیار دست خودت هست، عقلت مال خودت هست، دینت مال خودت هست، رابطت با الله رابطه مستقیم. بس در این نباید به هیچ کسی اجازه بدی که برای شما امر و نهی بکنن. به هیچ کسی نباید اجازه بدید. و معنای لا اله الا الله چه است؟ هیچ معبود و هیچ قدرت و هیچ سرور و هیچ آقایی رو من قبول ندارم مگر الله متعال. تنها کسی که من بدون چون و چرا تعالیم و دستورات او را عمل می کنم الله متعال است و بس. روز قیامت دیگه کل این پادشاه ها و این نمیفهمم علما و این تاج ها و این عمومه ها وجود ندارد. کسی از شما دفاع نخواهد کرد. هر کسی خواهد گفت نفسی نفسی، هر کسی به درد خوده. پس از الان برای فردای قیامت خود آماده بکنیم. وقتی که این رو فهمیدیم دیگه میفهمیم که چه حرف مفتی رو بگیریم و چه حرفش رو نگیریم. استاد گرامی، دیگر چون 1 ساعت میشه شما هم در ماه شریف رمضان از زیاد بازم اذیتتون نکنیم، اگر که کمی در مورد همین بگه که انسانی که میخواد عمیق‌تر خود رو، یعنی زندگی خود رو و آینده خود رو با قرآن بسازد، از کجا آغاز کند؟ ببین عزیزان، اولین کاری که باید بکنیم، اولین کاری که میکنیم میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. از سر نو مسلمان بشیم. الان که فهمیدیم ما مسلمان هستیم، پس باید بفهمیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کار کرد. خداوند متعال میفرماد ولکل منکم جعلنا شرعة و منهاجا. برای هر یک از شما یک شریعتی گذاشتیم و یک منهاجی. شریعت همین احکام دین است. منهاج یعنی راهکار پیامبر. همه باید زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را خوب بخون. ما یک برنامه داریم به نام در کهکشان نبوت. 110 ساعت زندگی پیامبر رو خوب برای خود برنامه بذاریم، بفهمیم پیامبر کی بود، چه کار کرد، چطور دعوت کرد. این برنامه رو که نگاه کردی، هم دین یاد گرفتی، هم عقیده رو یاد گرفتی، هم فقه یاد گرفتی، هم تفسیر یاد گرفتی، هم فهمیدی چیکار کنی.
یه برنامه داریم به نام شاهراه هدایت. این شاهراه هدایت میگه که توی انسان مؤمن در این منظومه کن جایگاهت کجا است، چه باید کرد. خود باید رشد بدیم. ما وقتی که مسلمان هستیم چشممان به آخرت است. تمام این زندگی برای مسخر است، برای ساختن فردای آخرت. هر لحظه ما در تیررس مرگ قرار داریم. چقدر عزیزانی بودند که رمضان گذشته با ما بودند الان نیستند. چقدر عزیزانی بودند که در روزهای اول رمضان با ما بودند الان نیستند. چقدر عزیزانی هستند که امروز رفتن و یکی از اینا ما هستیم. هر آن صدا برمیاد که فلانی نماند، بانگ برمیارند که فلانی مرد، خلاص. هر لحظه ما منتقل میشیم به آخرت. وقتی که چشممان به آخرت باشد و بفهمیم ما بنده الله متعال هستیم، حرکت میکنیم برای ساختن آخرت. این دنیایی که درش هستیم این دنیا مال ما نیست. این زمینی که شما میخریدین، خانه‌ای که میخریدین، فلانی که میخریدین، دارایی که دارید، همه رو میذاریم میریم. وقتی میمیریم یک کفنی ما رو میکنن که هیچ جیبی در اون نیست، هیچ چیزی از این دنیا نمیبریم. پس این چیزی که در دنیا کسب میکنیم، در اختیار داریم، این در خدمت ساختن آخرت خودمون میکنیم. ما در این دنیا رهگذر هستیم. محیط اجازه ندیم که این محیط مادیگرایی بر ما غالب بشه و ما فکر میکنیم که این دنیا دنیای ما است. او بدبختی که در این دنیا زندگی میکند و مرگ نهایتش هست، او کسی دیگه است، او بیچاره است. ما باید کل دنیا رو دست بیاریم و کل دنیا رو بذاریم در مسیر حرکت به سوی آخرت. ما رهگذر هستیم. این دنیا رو پس در خدمت ساختن آخرت خودمان میکنیم. علممون، دانشمون، حرکتمون، همه چیز ما رو در فکر آخرت. و این نیاز هست عزیزان. ببین شما میرید در کشورهای مختلف زبانهای مختلف یاد میدید به بچه‌هاتون. همینطور که هزینه میکنید برای زبانی که به بچه‌ت یاد میدید تا همین 4 روز دنیا که زندگی است راحت زندگی بکنه، تلاش بکنیم خودمون و فرزندانمون رو زبان قرآن یاد بدیم. عربی رو به بچه‌مون یاد بدیم. هر جایی که تونستیم، هر چقدر تونستی هزینه بکنیم. تلاش بکنیم که بچه‌مون رو حافظ قرآن بکنیم. هر چقدر تونستی هزینه بکن برای حافظ شدن قرآن. و در خانه من همیشه قرآن و در فضای قرآن زندگی کنیم. همیشه. الان الحمدلله یک زمانی بود که ما میگفتیم عالم نیست، ما در جایی هستیم که هیچی نیست. الان الحمدلله خداوند متعال کل این مرزها رو شکسته است. نیاز نیست که شما سفر برید، نیاز نیست که شما دانشگاه ها برید، نیاز نیست. تمام چیز در اختیار شما هست. خود از این پوچی و هیچی که در فضای سوشال میدیا و اینترنت و اینا هست دور کنیم. بیاریم برای خود برنامه بذاریم. از همین فضاهای آموزشی که الله متعال توفیق داده است، بعضی از علما رو مسخر کرده است برای این، از همینجا قرآن رو یاد بگیریم، تعالیم دین خود یاد بگیریم که چه کار بکنیم، چطور تدبر داشته باشیم در قرآن. وظیفه ما در این زندگی چی است؟ عزیز من، تا نفهمی که در این دنیا وظیفه داری، مثل گوسفند هستی. گوسفند ببین زندگی میکنه، متولد شده، زندگی میکنه، یونجه میخوره، گاه میخوره، ازدواج میکنه، بچه میاره و میمیره و خلاص. اما هدف از این زندگی چه است؟ چرا ما ناممون برای آیندگان نماند؟ سعدی ها مرد نکونام نمیرد حدیث، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. بگذار که در این دنیا کاری کرده باشیم که آیندگان که آمدن یک رحمت الله علیه بر ما بگن. هر وقت ذکر ما شد رحمت الله علیه. پس این نیاز است با قرآن. اگر دنیا میخواهید راهش قرآن است، اگر آخرت میخواهید راهش قرآن است، اگر دنیا آخرت میخواهید راهش قرآن است. پس رابطه خود باید با قرآن بسیار رابطه عمیق بکنیم. ترجمه قرآن بخونیم تا وقتی عربی یاد میگیریم، تفسیر قرآن بخونیم تا وقتی که یاد میگیریم. هر چی میخوانیم اون را در زندگی عملی خودمون آشکار کنیم. یعنی زندگیمون، خانوادهمون، فلان علم باشد، کسب علم و دانش و عمل. علم و عمل به این صورت خشوعمون پیش الله بیش میشود. به این صورت راه خود یاد میگیریم، مسیر خود یاد میگیریم و انسانی میشیم بر راه راست که وقتی از این دنیا میریم هم اهل دنیا، هم زمین و آسمان در فراق ما گریه کنند و اهل دنیا از رفتن ما غمگین بشن و هم اهل آخرت خوشحال بشن از استقبال ما و مایه افتخار باشیم برای خودمان، برای پدرها و مادرها و رفتگانمان و برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز قیامت وقتی که پیامبر رو دیدار می‌کنیم ان شاء الله. حضرت استاد در آخر در
که ما در آخر دهه اول قرار داریم، چند روز دیگهش مونده است. در وصف این دهه چند نقطه بگین و یک دعای دیگه بکنیم و ان شاء الله که برنامه را دیگر خاتمه بدیم. بله عزیزان، ما در تقریبا دهه رمضان رو داریم تمام میکنیم. یک مرحله اول رمضان هست. این مرحله‌ای بود که ما نیاز بود قلب خود آماده بکنیم برای برداشتن بارهای و سنگینی روزهای آینده. کسایی که قلبشون مریض هست، قلبشون ضعیف هست، این شخص الان رمضان براش روتین میشن، عادت میشن، خلاص بگذرد، منتظر است که شب قدر بشه که یک جشن میگیرن و بعدش تموم. نه، ما در این روزها سعی کنیم روی قلب خودمون کار بکنیم، قلب خودمون بسازیم، خاشعانه در پیش الله، مناجات با الله، رعبهای دعا و نیایش پیش الله، خواندن قرآن و گریه در بارگاه الله، توبه و از هر گناهی که کردیم و از کوتاهی که کردیم. رمضان یک فرصت ویژه است. در رمضان تمام درهای بهشت باز میشد و هیچ دری بسته نمیماند. یعنی از هر مسیری، از هر عبادتی، از هر جایی میتونی وارد بهشت بشی. تمام درهای جهنم بسته میشن، هیچ دری باز نمیماند. یعنی از هر گناهی، هر قصوری، هر ناتوانی، هر کاری کردی میتونی توبه کنی و خداوند متعال تو را ببخشه. رمضان یک بهانه است برای اینی که الله میخواد تو را ببخشه، وارد بهشت بکنه. برای همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که چقدر ذلیل است، چقدر خار است، چقدر بیچاره و بدبخت است او کسی که وارد رمضان شد، وارد زمان رمضان شد و خداوند متعال او رو نبخشید و وارد بهشت نکرد. یعنی رمضان در واقع دروازه بهشت هست که ما از اونجا داخل بهشت میشیم. بدبخت، احمق، نادان، ذلیل، خار او کسی است که از این دروازه باز وارد بهشت نشد. پس این فرصت هست. در این فرصت دست مناجات به سوی الله دراز میکنیم و از الله متعال میخواهیم که ما رو ببخشه، از گناهانمون ببخشه و برای امت دعا میکنیم، برای رفتگانمون دعا میکنیم. حق دارن پدر و مادرهایمون. اگر انسان صالحی، چطور میفهمی که انسان صالحی هستی؟ اگر امروز برای پدر و مادرت دعا کردی، بفهم که تو انسان صالحی هستی. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان وقتی میمیرد تمام دروازه‌های رزق، دروازه‌های اجر و پاداش آمدن براش بسته میشن مگر سه راه: ولد صالح یدعو له، بچه صالح و نیکی که براش دعا میکنن. اگر شما برای پدر و مادراتون، برای اجدادتان دعا کردید، برای رفتگانتان دعا کردید، بفهمید که شما اون روزش انسان نیک بودید. بس این فرصت هست. پس دعا میکنیم. اللهم بارک الها، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا ربنا تقبل منا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. یا الهی بار اله، طاعات ما رو در رمضان قبول کن، قبل از رمضان ما رو قبول کن، رمضان پیشینه ما رو قبول کن. لیلت القدرهایی رو به ما ارزانی داشتی، همه اون لیلت القدرها رو قبول کن و ما رو ناقدر نکن. الهی بار اله، رفتگان ما رو بیامرز، پدرانمون، عزیزانمون، کسایی که پیش از ما لبیک به ندای حق گفتند و از این دنیا رفتند. خدایا بار اله، همه گذشتگان ما، همه مردگان مؤمنان و مؤمنین، همه مسلمان ها، همه جا در هر جای دنیا که هستند، الهی بار اله همه رو ببخش، از گناهان ما در بگذر، از کوتاهی‌های ما در بگذر. الهی بار اله، ما بندگان ضعیف و ناتوان تو هستیم، در غیر از تو الهی نداریم، غیر از تو خالق نداریم. آمدیم به درگاه تو، بنده گناهکار تو آمده است به درگاه تو، ای کریم، ای بخشاینده، ای مهربان. خدای بار اله، ما را از درگاه جود و کرمت دست خالی برمگردان. خدای بار اله، تقصیرواریم، گناهکاریم، اما هیچ غم نداریم، چون که الهی چون تو داریم، بخشاینده مهربان. الهی چون تو داریم که از همه ما، خدایا اگر ما گناهکاریم تویی بخشاینده، اگر گناه ما نبخشی بخشایندگی تو کجا شد؟ کرم تو کجا شد؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. الهی بار الها ما را از لیلت القدر امسال محروم مگردان. الهی بار الها اگر مرگ ما آمده است زندگی را بر ما طولانی کن تا لیلت القدر را در بیابیم. الهی بار الها به ما توفیق عمل صالح، توفیق انفاق فی سبیل الله، توفیق جهاد در راه الله، توفیق کسب علم و دانش، توفیق عبادت، توفیق نماز و روزه و ایمانا و احتسابا فقط و فقط برای رسیدن به رضایت تو الله به ما توفیق بده یا الله. الهی ما را از محرومان قرار مده. الهی یا الهی ما را از بندگان صالحت قرار بده، از پیروان بر حق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. الهی راه رو گم کردیم، ما را به راه راست هدایت فرما. الهی ناتوانیم، به ما توفیق هدایت رو نصیب بفرما. الهی دستان ما به سوی تو دراز است که دست ما رو بگیری به سوی هدایت، به سوی رشادت، به سوی خدمت دین. خدای بار الها استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. خدایا ما را از ما کار بگیر در مسیر دینت، از ما را با دیگران عوض مکن. الهی بار الها ماییم ناتوان، نادان، در درگاه تو آمدیم که دست ما رو بگیری، قلب ما رو توانمند کنی، علم ما رو بیفزایی. رب زدنی علما، بار اله علم ما رو زیاد بگردان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وطاعتنا وسقنا إلى ما فيه رضاك والجنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر الجهاد والمجاهدين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي ديار الشام وفي أفغانستان وفي طاجكستان وفي تركستان وفي اليمن وفي السودان وفي كل أرض يذكر فيه اسمك الكريم. اللهم كن لعبادك المستضعفين المنكوبين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين. اللهم عليك بطاغية طاجكستان. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين. اللهم عليك بفراعنة الأرض. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم من أراد طاجكستان بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم من أراد كل بلاد الإسلام بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا جبار السماوات والأرض أرنا جبرك وقهرك في هؤلاء الفجار. اللهم إنهم قتلوا العباد ودمروا البلاد. اللهم شردهم كما شردونا ودمرهم كما دمروا عبادك. اللهم يا أكرم الأكرمين، یا اکرم الاکرمین، روز عید در راه است. خدایا بار اله روز شب قدر در راه است. خدایا بار اله هیچ عزیزی رو در زندانهای تاجیکستان در زیر طغیان ظلم و استبداد نگذار. الهی همه زندانیان رو آزاد بگردان، همه مظلومان رو الله متعال از قید و بند زندانها و ظلم و استبداد طاغوتیان نجات بده. الهی بار اله مظلومان، چقدر از علما، چقدر از مسکینان، چقدر از ناتوانان، چقدر از بیگناهان هستند که در زندانها و پنجره های ظالمان در اینجا و اونجای دنیا، در تاجیکستان و غیر تاجیکستان در زیر ظلم استبداد هستند. خدای بار اله همه اونها را آزاد بگردان. الهی دشمنانشان رو نابود بگردان. الهی همه ایمان رو دسترسی کن. الهی چقدر مادران بیچاره‌ای هستند که فرزندانشان شهید شدند یا در زندانها هستند. الهی در این ماه رمضان قلبهایشان رو شاد کن، عزیزانشان رو، رفتگانشان رو، گمشدگانشان رو به خانواده هاشان، به آغوش خانواده هاشان برگردان. الهی بار اله اینهایی که ظلم میکنند خدایا ارنا فیهم یوما اسودا کیوم فرعون و هامان و هارون. خدایا بار اله همانطوری که فرعون، هامان، قارون
قذافی، بشار اسد، خدای بار اله همه این ظالمان رو نیست و نابود کردی. خدایا این ظالمانی که مانده‌اند اینها رو هم نیست و نابود کن و ملت ها رو رهایی بده. اللهم اجعل بلاد الاسلام آمنة مطمئنة سخاء رخاء ایمانا و تقوا یا اکرم الاکرمین. همه سرزمین های اسلام رو سرزمین ایمان، سرزمین قرآن، سرزمین حکم به ما انزل الله، سرزمین حکومت اسلام قرار بده. الهی بار اله همه رو از ظلم و استبداد نجات بده. سرزمین های ما را آباد بکن، ملت های ما را شاد بگردان، ملت های ما را اهل قرآن و اهل ایمان بگردان. الهی بار اله همه جوانانمان، همه دخترانمان رو به صحت و سلامتی، به ازدواجشان در بیار، صحت و سلامتی و ایمان رو نصیبشان بگردان، از دینی و از الحاد و از گمراهی نجاتشان بده. الهی بار اله دست همه فرزندان ما رو بگیر. الهی بار اله اجعلنا في ضمانك و امانك و احسانك واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام. اللهم إنا ببابك نسألك دعاء المساكين، دعاء من كثرت ذنوبه. نسألك يا الله سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حسناته ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. اللهم يا كريم يا منان إنك قلت وقولك عن الحق ادعوني استجب لكم. خدایا بار اله خودت گفتی و حق قول تو حق است که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم و این ما هستیم و این دستان فقر و ناداری و گناه ما که به سوی تو دراز هست. خدایا بار اله ما را ببخشا، تا دعای ما را قبول کن، همونطوری که به ما وعده دادی وعده خودت رو برابر کن و دعای ما را قبول کن. و صلی اللهم و سلم و بارک علی عبدك و حبیبك مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. استاد محترم بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه. بسیار تشکر میکنم و عذر میپرسیم که وقتی قیمت شما را گرفتیم در ماه شریف رمضان، باز هم در این وقت گرسنگی، در وقت بعد از عصر که در وقتی است که انسان دیگر نیروش خیلی کم میموند، بسیار عذر میپرسیم و تشکر خیلی زیاد میکنیم. امیدواریم که این برنامه یک درس عبرتی باشد، آموزنده باشد برای تمام امت مسلمان تاجیکستان که بتوانیم ان شاء الله بازم خدمت کنیم در راه دین و در راه خدا. زنده و سلامت باشید دوستان دیگر. سلامت باشید و خداوند متعال جزای خیرتان بده که همچین فرصتی رو به ما دادید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و همیشه وقت ما 24 ساعت وقت ما در خدمت شماست. هر وقت و هر جا بخواهید ما در خدمت شما هستیم ان شاء الله و امید است که در دعایتان هم ما رو و هم دیگر عزیزان ما که در میدان دعوت هستند رو از دعایتان فراموش نکنید. هم ما، هم فرزندانمان، هم رفتگانمان و همه عزیزان و همه امت اسلام رو. و یادمون باشه همیشه دعا میخوام، یعنی یک برنامه داشتیم که چرا دعای ما قبول نمیشه. حتما دعایی که میکنید قبل از دعا در میدان عمل هست. همیشه در میدان عمل باشید و دعا کنید، ببینید که الله متعال حتما دعایتان را قبول میکنه. الله یار و یاور. زنده و سلامت باشید دوستان محترم. با ما بودن عالم معروف و شناخته فارسی زبان دکتر نور محمد امارا و ان شاء الله که امید دارم که از موعظه ایشان و از نصیحت ایشان شما درس عبرت گرفته باشید تا اینکه برای ما و برای قیامت حضرتم کمک کند. زنده و سلامت باشید دوستان محترم. تشکر از اشتراک در برنامه. سلام علیکم و رحمت الله. خب دوستان عزیز و همدیران عزیز، از استاد محترم، از شیخ خیلی تشکر میکنیم بابت این 1.5 ساعت تقریبا در حضور ما قرار گرفتن و از دعاهای ایشان نسبت مظلومان و زندانیان سیاسی و عموما نسبت مظلومین. امیدوارم که ما و شما این برنامه‌ای که امروز داشتیم نه تنها یک بار بلکه چند مرتبه تماشا میکنیم و از موعظه ایشان و از هر نکاتی که در اینجا ذکر کردن دستور عمل خود قرار میدیم و قرآن را پیرامونی یعنی اون دستور زندگی خودمون قرار میدیم که هر نقطه اون درس عبرت برای هر یکی ماست، دستور عملی زندگی برای هر یکی ماست. و اگر ما رو در دستور عملی زندگی خود قرار بدیم مطمئن باشید که
هیچ گونه حکومت، هیچ گونه شخصی نمیتواند به زندگی ما ضرری برساند که آن به سلامتی ما، به آخرت ما، به همه ما ضرر برساند. برای خاطر ما وقتی که در راه راست پیش میرویم مطمئن باشید که پروردگار برای ما نصرت میتید و نصرت فقط از جانب پروردگار است. پس باید قرآن را دستور خود قرار بدیم، دستور زندگی خود قرار بدیم و با او عمل بکنیم. همونطوری که استاد ذکر کردن اصحاب کرام واقعا اشخاصی بودن که وقتی به جای قدم آنها میخورد آنجا دیگرگون میشد، نه اینکه اون به جای میرفت که در اونجا تشویش آن بود که فرزندای او به راه بد نروند و سر راه فرزندای خود را بگیرد که کسی فرزندای او را به راه بد نبرد. برعکس مطمئن بود که هر جایی میرود خود او، شخصیت او باعث دیگرگونی جامعه میگردد. به همین خاطر ما امروز به خود بر بگردیم و به قفای خود بر بگردیم و اون علمی را که در گذشته خواندیم دستور عمل زندگی خود قرار بدیم و نگاه کنیم که پروردگار برای ما در گذشته، یعنی که اون درسایی که خوندیم چی آموخته بود و در قرآن چی گفته است و امروز چگونه ما میتوانیم به زندگی خود بر بگردیم و در راه مبارزه و در راه دیگرگونی جامعه تاجیکستان کوشش تلاش کنیم. امروز جامعه ما بد اخلاق ترین جامعه تقریبا داره میشه و اگر که ما سر راه این رو نگیریم و جامعه رو تغییر ندیم و سیاست رو با اخلاق نیک پیش نبریم، بدانید که اون سیاست و اون دولتداری طولانی مدت نخواهد بود و اون دولتداری به سرفرازی و پیشرفت نمیرساند. پس ما باید این نقاط را خیلی عمیق نگاه کنیم و درست کار ببریم تا اینی که شرفمند بشیم و ظفر بیابیم. و همین خاطر ما بازم از همه شما تشکر میکنم بابت این 2 ساعتی که در خدمت شما قرار گرفتیم و شما در خدمت ما قرار گرفتید. همونطوری که 2 روز یک عالم دیگر را گوش میکردم، تشکر میکنم از ایشان که زیادم برنامه‌هایی دارن که ما در ماه شریف رمضان از برنامه ایشان همیشه عبرت میگیریم و تماشا میکنیم و الحمدلله که بسیار برنامه مفصلی دارن. یک نقطه خیلی خوبی را ذکر کردن که عالم و دانشمند هدفش گفتن است، یعنی تربیه کردن است. مهم در آن نیست که چقدر شاگرد دارد و چقدر بیننده دارد، مهم اون عملش و کارش گفتن است. وقتی که گفت، اگر که بیننده ای و اشخاص اون رو گرفت و اون ثواب بگیره و اگر که نگرفت بازم وظیفه خودش را نزد پروردگارش اجابت کرده است. به همین خاطر ما و شما امروز با یکدیگر بودیم و ما از عالم ها دعوت کردیم تا اینی که عالم ها برای ما بگویند و ما از اون چیکار کردیم، درس عبرت گرفتیم و وظیفه برای خود اجرا کردیم و گرفتیم اون چیزی را که برای آینده زندگی ما عمل بکنه. و ما کوشش میکنیم بازم در برنامه‌های بعدی در ماه شریف رمضان برنامه‌هایی داشته باشیم که رمضانی باشند و برای مردم تاجیکستان از دید بیداری اخلاقی و بیداری دینی کمک برساند تا اینی که به سیاستی که برای سیاستی که ما میرویم کمک کننده باشه، نه اینی که ما دورتر بکنیم اون چیزی را که به اخلاق ما ضربه میرسه. همونطوری که من در بالا ذکر کردم، عقیده من این است که ما اخلاق جامعه تاجیکستان فقط به دینی که دارن میتونیم تضمین بکنیم، نه با اون چیزی را که بعضی اشخاص ذکر میکنن. اگر ما دینداری مردم را، اخلاق مردم را با این طریقتی اصلاح کنیم، بدونیم که جامعه ما به اون راهی که باید برود میرود. و اگر که ما جامعه را بخوایم که اخلاقش را دور بکنیم و از دین بیرونش بسازیم، پس بد اخلاق ترین جامعه، فساد ترین جامعه را ما منتظر خواهیم داشت که او را نه به قانون هایی که امروزه در تاجیکستان است، نه به قانون هایی که در آینده میسازی تضمین کرده و به نظم در آورده نمی شود. فقط جامعه تاجیکستان را می شود با اخلاقی نیک چور کرد، خوب اداره کرد. همونطوری که در دولت های عربی می روی و اگر در روی زمین چند قدر پول میپردازی، ماشینت رو میپردازی و کسی او را از زمین نمیبرداره. چرا؟ چون از بیداری اخلاقی برخوردار هستند. حالا بیداری سیاسیشون ما کار نداریم، چون اونها بیداری سیاسیشون کم پایان‌تر است، ولی بیداری اخلاقیشون درست‌تر است. و اگر ما در جامعه تاجیکستان بیداری اخلاقی را بالا ببریم، بدانید که بیداری سیاسی آنها را ما کوشش داریم همه روز بالا ببریم. اینها با هم بالا شود، نور علی نور می شود و این می شود اون چیزی را که ما می‌خواهیم که جامعه تاجیکستان با یک اخلاق حمیده پیش برود که در جامعه فساد نباشد. ما متاسفانه در سیاست‌های امروزه و در سامانه‌های مجازی دیدیم که بعضی از اشخاص متاسفانه نه تنها اون فساد زدگی خودشان را در پشت پرده باقی ماندن، بلکه آنها را به سامانه‌های مجازی به صف‌های مخالفت پیش آوردن و نام یک مبارز
و نام یک مخالف را شرمنده کردن. این چیزی است که ما باید از صف خود تازه بکنیم و راهی درست را برای ملت و برای کشور نشان بدیم. خب شما را دیگه به پروردگار میسپارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی ما را دستگیری میکنین و این برنامه را نیز کمک دستگیری میکنین تا بتوانیم بیننده بیشتری را جلب کنیم که اون گفتاری که در این برنامه شد درس عبرتی باشد برای مردم تاجیکستان. شما را تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند شما را حفظ بفرماید.